بسم الله الرحمن الرحیم. در جمله سوالان یک سوالایی هست که در تاجیکستان حجاب اسلامی را بند کردن. حکم از این قانون چی هست و کسایی که قانون ساختند و کسایی که علمایی که از این قانون پیروی میکنن و این قانون تایید میکنن و کسی که قانون ساخته و کسایی که را تایید میکنن، این دو نقطه را بیان کردن. خب دوستای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. اول خب شما بفهمیم که حجاب یک حکم اسلامی هست و این در طول تاریخ حجاب اسلامی حتی در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات قرآنی که بالای زنای مؤمن، کسایی که مسلمان هستن، آیات حجاب نازل شد. صحابه میگه وقتی ما در بیرون برآمدیم، صحابیات به اندازه پیرو حکم الله بودن که چادرهای سیاه پوشیده بودن که حتی ما فکر کردیم در کوچه ها زاغ ها میگرده از اینکه خانم هایی که میرفتن و کلشان حجاب سیاه پوشیده بودن و حجاب پوشیده بودن. خب این حجاب در آیات قرآن هست و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است و یکی از چی هست؟ یکی از شعائر الله سبحانه و تعالی هست. اگر کسی اینال قانون ضد از این میسازه و یا ایره بد میگه و توهین و تحقیر میکنه، اول این حکم که ای ساخته میشه ایره حکم جاهلیت میگن. ببینید در آیت 50 سوره مائده الله متعال میگه که افحکم الجاهلیت یبغون، آیا اینا حکم جاهلیت میخواین که در حکم جاهلیت چی میباشه؟ ضد اسلام، به حجابی و به ستری و به حیایی هست. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، سوره مائده آیت 50. و عبدالله بن عباس رضی الله عنهما میگه که نبی صلی الله علیه و سلم گفت که ابغض الناس الی الله ثلاثه، مبغوضترین، بدترین و زشتترین انسان ها پیش الله سه کس هستند. ملحد فی الحرم، کسی که در حرم شریف الحاد میکنه، و مبتغ فی الاسلام سنت الجاهلیه، کسایی که در اسلام روش های جاهلیت هدف قرار میتن. و سوم کسی که و مطلب دم امرئ بغیر حق لیحرق دمه، یا کسی که خون یک شخص را به ناحق میخواد که او را خونش بریزه. در حدیث صحیح بخاری هست 6882. حسن بصری رحمه الله را ما شما میشناسیم. این چی میگه؟ میگه من حکم بغیر حکم الله، هر کسی که حکم کرد بغیر از حکم الله و حکم الجاهلیه، این حکمش حکم جاهلیت است، یعنی حکم جاهلیت که ضد اسلام است. ابن زمانین این هم در مورد حکم جاهلیت میگه و هو ما خالف کتاب الله و حکمه، هر حکمی که مخالف قرآن و سنت باشه، مطابق مخالف حکم الله باشه، این حکم جاهلیت است. امام ابن کثیر میگه ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل عن كل شر وعدل الى ما سواه من الاراء والاهواء والاصطلاحات. میگه الله متعال اف حکم الجاهلیت در تفسیرش میگه که کسایی که چی میسازن، الله انکار میکنه بالای کسایی که احکام شریعت الله را تغییر میدن با نظریات و اصطلاحاتی که این اشخاص بدون استناد شریعت یعنی ساختن، یعنی ضد شریعت. کما کان اهل الجاهلیت، مثل که اهل جاهلیت یحکمون حکم میکردن به من الضلالات والجهالت، از دلالت ها و گمراهی ها. مما يدعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملك چنگیز خان. بازی میگه در وقت علامه ابن کثیر چنگیز ها قانون ساخته بودن به نام الیساق و ایره باز میگه که از مختلف شریعت ها گرفته بودن، از قوانین مختلف و ایره تطبیق میکردن
و من فعل ذلك منهم. ببینن آل کسی که در وقت علامه ابن کثیر شریعت الله را تغییر داد و قانون دیگی را آورد که اون قانون مختلط است از قوانین یهودیت و نصرانیت و افکار و اندیشه های چنگیزخان و از بعضی چیزا ساخته، اینا میگه کسی که نمی قانون ساخته، ابن کثیر میگه فهو کافر یجب قتاله، این کافر است، قتال ازی واجب است که به امرای ازی جنگیده شود، حتی یرجع الى حکم الله و رسوله صلی الله علیه وسلم، تا ای به حکم الله و رسول برگردد. این تفسیر ابن کثیر دمی چیز گفته است. و علما در این راسته ها زیاد اقوال است، میگه فجعل الحکم حکمین لا ثالث لهما. عبدالله دمیجی نشته کرده که الله متعال دو حکم بیان کرده، سه حکم نیست، دو حکم است. حکم اسلامی و هو الحکم به کتاب الله و سنت رسوله، یکی حکم اسلامی هست که حکم مطابق کتاب الله و سنت رسولش است، و حکم جاهلی و دیگه حکم جاهلیت است و هو ما خالف ذلك، او که مخالف حکم قرآن و سنت باشه. این من حجاب قوانینی است که ضد شریعت الله هست و این حکم جاهلیت است و کسی که قانون ساخته هست این چی است؟ این در جمله طواغیت میره. خب علما در مورد قوانینی که مثلا ساخته میشه و این قوانین طبعا قوانین سیکولاری هست یا از دموکراسی هست یا از کمونیسم گرفته هست، اینا میگن که خود امی قوانین بیدینی که است محمد بدری نوشته میکنه و نحن نرفض العلمانیه لانها کفر بواح. میگن ما سیکولاریسم رد میکنیم به خاطر که نظام سیکولاریستی کفر بواح هست، کفر آشکارا هست. از حاکمی که مطابق سیکولاریسم حکم میکنه ایره میگه که این کفرش کفر بواح و آشکارا هست. مجمع فقه اسلامی در کنفرانس کشورهای اسلامی در فیصله 99 در مورد امی نظام سیکولاریستی، حالا که فعلا تطبیق میکنن و مثلا نظامی میگن که ما نظام بریم که سیکولار باشه و در اونجا چی است، اونا نشته کردن که دعوتون اینا میگه که یک اندیشه الحادی است، سیکولاریسم یک اندیشه کفری هست. و مفتیان لجنه دائمی بحوث در فتوای شماره 18396 نشته کرده که سیکولاریسم که از دعوتون فاجرتون کافره، دعوت کفری هست، فجور و کفری هست. و یکی از مفتیای جامعه الازهر چی میگه؟ میگه که یعنی سیکولاریسم به هذا المفهوم و هو عدم المبالات بالدین، که به دین احترام قرار داده نمیشه و دین به قانون نمیگیره، یا باه الاسلام، ایره اسلام رد میکنه. و مفتی سودان، من قول از اینا رو مثلا شما اگر ببینین، یکی از مفتی های سودان است، این درباره همین نظام سیکولاریستی که نظام های ضد حجاب و ضد شریعت و ضد دین و ضد قرآن هست و قوانین خود ضد قرآن میسازن، این میگه که سیکولاریسم که است العلمانیت و سیکولاریسم کفر بواح. این در سودان این فتوا داده شده است. شبکه های اینترنتی مثل اسلام ویب، سید الفواید، طریق الاسلام و الاسلام، این دیگه فتاوای علمای مختلف ذکر میکنن. اینا میگن که العلمانیت و سیکولاریسم که است لیست معصیت، گناه نیست، بل هی کفر بواح، کفر آشکارا هست. و قبول الکفر و رضا به کفر، کسی که قبول میکنه و یا به این رضایت نشان میده، این هم کفر است. شیخ علوی سقاف و علمای همکار از چی میگن؟ میگه وقد اجمع العلماء على ان المستحل لما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضروره و متواتر فهو کافر. اگر کسی یک چیزی که الله او را حرام کرده و معلوم است از دین به ضرورت و او حرام حلال میسازه، فهو کافر خارج عن دین الاسلام، این کافر است، خارج است از دین اسلام. یعنی یک کسی حکم الله را تغییر میده، حلال حرام میسازه و حرام حلال میسازه، این هم حکم کرده به
مفتی های مختلف هستن، در اصلشان عالم بوده ذکر میکنن. و همچنین کسایی که درباره کمونیسم هم امی قسم فتواها هست. کمونیسم هم میگن که چی هست. این علمایی که فعلا که مثلا در تاجیکستان و در این منطقه هست یا از سکولاریسم دو بخش داره. یک بخشش سکولاریسم شرقی است، یکی سکولاریسم غربی هست. کلش سکولار هستن و کلشان در کفر داخل هستن. سکولار شرقی که از چین و روسیه و اتحاد شوروی سابق بود که اینا نظام کمونیسم و سوسیالیسم تطبیق میکردن، و این کمونیسم غربی که است که در اروپا و امریکا هست، سوسیالیسم بخش غربی، این سکولاریسم غربی، اینا که هستن اینا دموکراسی و جمهوریت و این سیستم هایی را که تطبیق میکنن، این هم کلشان مربوط میشه کلشان برای سکولاریسم. و ما شما فتاوای علما را در مورد سکولاریسم خواندیم. منتها پسان اونا لیبرال دموکرات میگن یا سوسیال دموکرات میگن. و حال بسیاری کسا که هستن بعضشان از اونجا گرفتن و بعضشان از اینجا گرفتن، خلاصه اصلشان به مو سکولاریسم برمیخورن. خب این حال حاکمی که این حکم به ضد شریعت الله میکنه و قوانین میسازه، این در قرآن عظیم الشان بر از اینا طاغوت گفته شده هست. مثلا صاحب لسان العرب در کتاب خود میگه که الطاغوت فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، در قرآن عظیم الشان است. آله میگه که طاغوت چی هست؟ میگه طاغوت ما عبد من دون الله، طاغوت هر کسی که عبادت میشه به غیر الله، و کل رأس فی الضلال، و هر رأس در گمراهی. طاغوت است. و بعضی ها میگه که طاغوت و الاصنام، و قیل الشیطان، بعضی میگه طاغوت بت‌ها هستن، شیطان هستن، و قیل الکهنه، کاهنایی که قضاوت میکنن، و قیل مرادت اهل کتاب، و بعضی میگه کافرای اهل کتاب هستن. در قرآن عظیم الشان در طاغوت آیات زیاد آمده است. مثلا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت، در اینجا هم در آیات شریف آمده هست. و علما در اینجا چی کردن؟ جابر رضی الله عنه میگه که کانت الطواغیت التي يتحاكمون الیها فی جحین واحد، میگه طاغوتایی که مردم باز میرفتن پیش از اونا برشون قضاوت میکردن، فیصله میکردن، در هر منطقه، در جحینه بود، در اسلام بود، در کل منطقه میگه یکی بود. خب به هر صورت میم در مورد ای که مثلا کسایی که قانون را میسازن، اینال خود طاغوت دوستای عزیز چی هسته؟ علما در مورد طاغوت اقوال زیاد دارن. خب خلاصی از اینا یک تعریف دقیقی که کرده هست چی هست؟ تعریف علامه ابن قیم جوزی رحمه الله هست که ابن قیم جوزی میگه که طواغیت هر بنده که از حد خود تجاوز بکنه من معبود او متبوع او مطاع. او طاغوت سه بخش بیان میکنه: معبود است و متبوع است و مطاع است. این یافت تعریف دقیقش از ابن قیم جوزی میگه ما تجاوز به العبد و حده. این تعریف علامه ابن قیم جوزی هست. میگه طاغوت چی است؟ هر کسی که از حد خود تجاوز بکنه من معبود او متبوع او مطاع. خواه این طاغوت کسی باشه که مردم را عبادتش مردم را عبادت میکنن، یا از او متابعت میشه ضد شریعت الله، او مطاع یا از او اطاعت میشه. پس اینجا مطاع، متبوع و معبود سه قسم طاغوت شد. یکی طاغوت مطاع کدام یکی هست که علامه ابن قیم جوزی گفته؟ او کسی که قانون میسازه ضد شریعت الله، اعلان میکنه. اون اعلان کردن مثل حجاب قانون ساخت و این قانون ضد شریعت الله است. اینی طاغوت مطاع گفته میشه. ایمان انسان چه وقت قبول میشه که فما یکفر بالطاغوت، به این طاغوت باید کافر شوی. فما یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. طاغوت مطبوع چرا میگن؟ طاغوت مطبوع علمایی هستن که اونا برای طاغوت مطاع
فتوا جور میکنن، مثل احبار و رهبان یهود. طاغوت مطاع قانون میسازه، فیصله میکنه که باید اینی قسم باشه. و طواغیت مطبوع علما و مفتی های هستن که اینا باز میخیزن امی طاغوت برش فتوا میتن که گپای درست است، قانونش درسته، ضد شریعت الله گفتن. این هم طاغوت است، این هم طاغوت است. او که قانون ساخته هم طاغوت است، باید به او هم کافر شوی. و این مطبوع است، به این هم کافر شوی. و یردویشان کافر هستن. و سوم قسم طاغوت کس که دیگرها را به عبادت خود دعوت میکنه. عبادت چه قسم؟ مثلا مردم میره برش رکوع و سجده میکنه و این دعوای الوهیت میکنه و چوب شیشه و کسی چیز نمیگه. پس طاغوت مطبوع اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. این دلیلش از قرآن. و وقتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان شد، رسول الله هم گفت که بله، اینا را چرا اینا احبار و رهبان رب خود گرفتن؟ گفت به خاطر از اینا که احلوا لهم الحرام و حرموا علیهم الحلال. علما و مفتیایی بودن که حلال حرام می ساختن، حرام حلال می ساختن. طاغوت مطاع قانون ساخت ضد شریعت الله و حلال حرام ساخت، این هم طاغوت شد. و علمایی که اینا آمدن بر زمین قانون کفری فتوا میتن که خوب قانون است، اینا هم طاغوت است. اینا نه پشت از این نماز میشه و باید به کافر شوی و درس زیره و فتوای زیره و کل زیره. نگفته که فمن یکفر بالطاغوت المطاع، تنها با او طاغوت کافر شوی. نه، به سه قسم طاغوت باید. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، بعد از ایمان انسان قبول میشه. اول لا اله هست، باز الا الله هست. اول لا اله بگوی، کل از اینا را نفی کنی، رد کنی. پس این مشکل در اینجا چی هستن؟ این طاغوت. و طاغوت به اشکال مختلف در لباسهای مختلف گاهی به شکل رئیس جمهور و به شکل سردار و کلان و پاچا و یوم ضد شریعت الله قانون میسازه، گاهی به شکل علمای درباری و به اشکال مختلف میایه، به شکل نظام و به شکل قاضی و به شکل از اینا، کل از اینا داخل میشه. این حاکمی که حکم میکنه به غیر ما انزل الله، قانون ساخت، طاغوت شد. آنی قانون خود بالای مردم تطبیق میکنه، بالای مردم تطبیق میکنه، این چی هستن؟ بر از اینا هم طاغوت و سرکش گفته شده هست. ما مثلا در سرزمین مسلمان ها وقتی که میم، این طواغیت هستن که مخالف ما انزل الله چی میکنن؟ قانون میسازن، ضد شریعت الله قانون میسازن. و طبعا چیز هم گفتیم که امیر چی که از مخالف ما انزل الله 4 حالت دارن. یکی است که شریعت تغییر نمیده. شریعت تغییر نمیده، یه حالت اولش است. یک نفر حکم کرد بغیر ما انزل الله، این شریعت تغییر نداد، لکن چی کرد؟ لکن این در یکی از اجتهاداتش اشتباه کرد. این آلوده قسمت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اذا اجتهد خواب. به قسمت رسول الله صلی الله علیه و سلم به حدیث میگه که امام بخاری روایت میکنه عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. یک حاکم حکم به غیر ما الله کرد، به اساس چی کرد؟ اجتهاد کرد و اهل اجتهاد هم بود، ولیکن در اینجا غلطی کرد. این حکم چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. اگر در اجتهاد خود اصابت کرد، الله برش 2 اجر میده، هم اجر ثواب اجتهادی که کرده و هم چون راه خوب پیدا کرده. و اذا حکم فاجتهد، اما اگر حکم کرد پس اجتهاد کرد ثم اخطأ، این در اجتهاد خود خطا کرد، فله اجر، برزی گناهش که غلطی کرده بخشیده میشه و به خاطر اجتهادش برزی چی داده میشه؟ اجر داده میشه. خب این باز علما تفسیر کردن که این هم باز به هر حالتش فرق میکنه، خصوصا باید او کس اهل اجتهاد باشه، اما هر کسی نمیتونه که چیز کنه. حالت دومی که هست، خب یه حالت اول اجتهاد کرد و در اجتهاد خود خطا کرد، مخالف ما انزل الله حکم کرد، این
در مقابل اجتهاد خود صواب برد، کافر نشد. حالت دومی است که این انسان قانون تغییر نداده، شریعت تغییر نداده، بلکه شریعت الهی در کل جای تطبیق میشه، مثل زمان خلفای راشدین، مثل زمان عباسی ها و اموی ها. لکن این حاکم در یک حالت نفسش سرش غلبه کرد، یک فیصله کرد، یا خلیفه هست یا والی هست یا قاضی هست، یک حکم کرد به غیر ما انزل الله. به اساس چی کرد؟ به اساسی که دمی قضیه خاص چی شد؟ دمی قضیه خاص بالای ازی نفسش غلبه کرد. در اینجا علما چی میگن؟ در اینجا علما میگن که این کافر نمیشه و اگر کفر هم برای استعمال بکنیم کفرش دون کفر است، یعنی گناهش گناه هست، یعنی قانون شریعت تغییر نداده، شریعت تغییر نداده. بنابراین این شخصی که شریعت تغییر نداده در محاکم در کل جای شریعت الهی تطبیق میشه، لکن خود از حاکم در یک جای نفس غلبه کرد، حکم الله یک چیز بود که حق از فلانی بود، زمین تجریب از فلانی بود، ای گرفت این زمین به یک کس دیگه داد، مخالف حکم الله یه حکم کرد، اینال ای گناهگار شد، گناه کبیره. و اگر در کفر هم بگویی کفرش کفر دون کفر است. این حالت دومی هست، ما باید حالت ها را بفهمیم. حالت سومی چی هست؟ که یک نفر شریعت الله را تغییر میده و عقیده خود اعلان میکنه و میگه که او مردم ما اینمی حکم الله را قبول ندارم. بازی هم علما میگه که یعنی بعضی اوقات این شخص عقیدتاً حکم تغییر میده و عقیدتاً به این عقیده هست که شریعت الله یا قبول نداره، شریعت این هم کافر است، یا میگه شریعت مساوی قانون ما که از شریعت که بلندتر و خوبتر است، این هم کافر میشه. و یا یکی که مثلا میگه مساوی هست، در این صورت هم کافر میشه. یا یکی که میگه اینجا علما درباره از این تشریحات دادن که ما در درس‌های دیگه را بیان کردیم. پس این کسی که مثلا حکم حجاب اعلان میکنه و تطبیق میکنه، این در کسی است که شریعت چی کرد؟ کاملا از بین برد. این گناه نکرد، این شریعت از بین برد. و من لم یحکم بما انزل الله، این در این حکم کفر ازی چی است؟ کفر آشکارا هست. یا اعتقادا این کار کرده، این کفر کرده، یا عملا کرده. اینال اعتقادا هم علما ذکر کردن که این کافر میشه و در عملی و قولی هم علما ذکر کردن که این چی هست؟ در باب مرتد و در کفر ازی هیچ شک نیست و علما گفتن که این چی هست؟ این در این حالت کافر میشه. خب اینال در اینجا اقوال مثلا از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یک قول است و از امام عبدالله بن عباس هم یک قول است، یک کفر هم گفته ای کفر است و ابن مسعود هم گفته ای کفر ذالک الکفر و حذیفه رضی الله تعالی عنه هم اینا گفته که این کفر است. سدی رحمه الله میگه ولم یحکم بما انزلت فترکه عمدا او جار وهو یعلم فهو من الکافرین به. محمد ابن ابراهیم آل شیخ این میگه که ان من الكفر الاکبر المستبین تنزیل القانون اللعین منزلت ما نزل به روح الامین. میگه از کفر اکبر. کفر چی است؟ کفر اصغر نمیگه، میگه کفر اکبر است محمد ابن ابراهیم. پس این میگه که کسی که قانون لعینی که ضد شریعت است اینه به عوض آنچه که جبریل امین بالای رسول الله صلی الله علیه و نازل کرده جاگزین از این میسازه. این من الکفر المستبین هست، کفر معلومدار هست. یک کتاب دیگه از به نام رکن الفتاوا در اینجا میگه و من هؤلاء من یدعون للناس تشریعات تخالف التشریعات الاسلامیه لتكون منهاجا يسير الناس عليه فانهم لم يدعوا تلك التشريعات المخالفه للشريعه الا وهم يعتقدون انها اصلح وانفع للخلق. میگه کسایی که قوانین را جور میکنن که ضد شریعت میباشه و با این عقیده هستن که قانون خود از اینا این برای مردم خوبتر هست و این میگه ضرورت عقلی و جبلی فطری عقل و فطرت بر ما میگه که یک کس که یک قانون تغییر میده به یک چیز دیگه معلوم دار این چیز نو آورده این با عقیده شمی است که از او کده خوبتر است. پس این کسی که شریعت تغییر داد و یه بعدش قانون دیگر آورد به این معنی است که این
انسان چی هست؟ قانون ساخت خودش نسبت به شریعت الله برتر میدانه و این کفر است. و صالح ابن عبدالعزیز آل شیخ میگه فلا شک ان افراد الله بالطاعه و افراد بالحكم و تحقیق شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله كل ذلك يقتضي ان لا يحكم الا بالشرع. میگه اگر کسی به لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان داره و یگانگی الله به طاعت و یگانگی الله به حکم به این چیزا اگر کس باور داره دیگه هیچ وقت مخالف شریعت این قانون نمیسازه. فلهذا به می سبب میگه کان الحکم بالقوانین الوضعیه، میگه به می خاطر کسایی که به قوانینی که اینا خودشان میسازن او الحکم به سوالیف البادی یا به قانونهای بدوی قدیم میرن، این من الکفر الاکبر بالله است، کفر اکبر به الله است، کفر اکبر است. این حال اگر کسی کافر تا که کفر اکبر میکنه او را کافر نمیگه، باز در نواقض ایمان خود از چی میشه؟ خود از این شخص کافر میشه. یعنی اگر یک نفر صراحتا شریعت الله را تغییر داد علما میگن که کافر است، حالا کسی تکفیر نمیکنه کافر نمیگه، خودش کافر میشه. خب عبدالله ابن عبدالعزیز جبرین چی میگه؟ من یدعو الى عدم تحکیم شرع الله، کسی که میگه حکم شریعت ما شریعت الله تطبیق نمیکنم، و الى تحکیم القوانین الوضعیه محاربه للاسلام و بغضا له، این قوانین خودشان وضع کرده این میره تطبیق میکنه به خاطر ضدیت و بغض به اسلام، که الذین یدعون الى سفور المرأة، مثل کسایی که اینه حاکم تاجیکستان میگه مثل کسانی که دعوت میکنه به طرف چی؟ به طرف سفور المرأة و اختلاطها بالرجال اجانب دعوت میکنن. صحیح که کسی که قانون ساختن یا کسی که دعوت میکنن، یعنی کسی دعوت میکنن به طرف سرلوچی و برهنگی و بهجابی و ای که دعوت میکنن به طرف اختلاط به مردهای نامحرم در مکاتب و در وظایف، و دیگه دعوت میکنن مردم به سود و دعوت میکنن به منع تعدد زوجات و دیگه چیزهایی که ضد شریعت است. فالذی یدعو الی ذلك مع علمه بانه یدعو الی المنکر، و علم داره که من خب طرف منکر دعوت میکنم و به جنگ با شریعت الله، ظاهر عاله انه لم يدعو الى ذلك الا لما وقع في قلبه من الاعجاب بالكفار و قوانینهم. این میگه به خاطر ازی که کفار خوشش آمدن و قومشان خوشش آمدن و اعتقاده و به این عقیده هست که انها افضل من شرع الله، که از شریعت الله بهتر است، ولما وقع في قلبه من كره لدين الاسلام و احکام. به خاطر ازی که میگه این کسی که دعوت میکنه، یعنی کسی دعوت میکنه به این قانونی به ایجابی و گپا دعوت میکنه، و هذا كله شرك و کفر مخرج من المله. یعنی اگر یک کسی به طرف بی‌حجابی و به طرف سود و به طرف قوانین ضد شریعت الهی مردم تنها دعوت میکنه، میگه این کفر مخرج از ملت است. حالا کسی که قانون نمیسازه این چی هست؟ و من كانت هذه حقیقت حاله، کسی که حالت داشت فقط وقع في الشرك الاکبر. میگه این چی هست؟ این شرک اکبر است که از دین میکشه. و این کان یظهر انه من المسلمین فهو نفاق ایضا. این که باز خدا میگه که من مسلمان هستم، این باز میگه منافقت هست وقتی که دعوت میکنه، یعنی حتی دعوتگرش اما کسی که قانون نمیسازه. شیخ صالح ابن غانم سدلان این چی میگه؟ و ان من ابرز ملامح موالات الكفار ما وقع فی كثير من البلاد الاسلامیه في موالات الكفار و مداهنتهم تحکیم القوانین الوضعیه. میگه یکی از موالات کفار چی هست؟ اینا بسیاری از کشورهای اسلامی چی شدن؟ به این مبتلا هستن که قوانین وضعی که ضد شریعت اسلامی است و این میگه نتیجه ضعف ایمان است و نداشتن ایمان است و اظهار محبت به کافران است و میل به طرف از اونها هست و هو شامل لكل ما يتنافى مع احکام الاسلام. میگه این شامل تمامی آنچه میشه که ضد اسلام باشه، خاط میگه تو سیاست یا در سیاست باشه یا در اقتصاد باشه یا در معاملات باشه یا در صلح باشه یا در حرب باشه. خب دیگه علما اینجا زیاد فتاوا در این راستا اقوال هست و بدون شک عبدالعزیز راجحی هم
میگه که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب در معنای طاغوت رؤسا و انواع آن گفته است دومین طاغوت حاکم ظالم تغییر دهنده احکام الله میباشد. دومین طاغوت میگه کدام طاغوت است؟ طاغوتی که حاکم ظالمی که احکام الله را تغییر میده. و سومی کسی که به غیر ما انزل الله حکم میکنه. خب و در آخر رساله آمده است و بدان که انسان به الله سبحانه و تعالی مؤمن نمیشه تا اینکه به طاغوت کافر نشود. در بین چی فرق است؟ این شیخ در جوابش میگه که کلام الشیخ رحمه الله واضح فی انه یجب علی المسلم ان یلتزم بشرع الله. مسلمان باید به شریعت الله ملتزم باشه و قضاوت و دادخواهی هم که میخواه به کتاب الله و سنت رسولش بکنه و حکم کننده که ظالم هست و شریعت الله را تغییر میده و مبدل لدینه و تبدیل کننده دینش است. من اوله الى آخره قد قلب الدین رأسا على عقب. و قد ذکر العلماء كالحافظ ابن کثیر و شیخ محمد ابن ابراهیم فی رساله تحکیم القوانین. میگه حافظ ابن کثیر هم گفته هست و شیخ محمد ابن ابراهیم در رساله تحکیم قوانین ان من غیر احکام الشرعیه كلها رأسا على عقب بلا استثناء فقد بدل الدین. کسی که شریعت تغییر داد میگه این دین تغییر داده و هو مبدل لدین الله. و اما من حکم بغیر في بعض المسائل او في بعض الجزئيات بالهوى اما الرشوه او المال او الرغبه او الرهبه او لاجل ان ينفع محكوم فهذا كفره انما يكون كفرا صريحا همین البیان میکنه. یک کسی هست که بیخی شریعت وسو کرده ایوازش قانون آورده است، این کفرش کفر اکبر است. اما یک کس شریعت تغییر نداده لکن در بعضی از قضایا مثل قبلا ما شما گفتیم که به نفس خود حکم میکنه بازی کفرش کفر اصغر هست. بنابراین اینجا علما این موضوعات کلش مفصلا بیان کرده هست. پس دوستای عزیز در این راستا ما شما باید متوجه باشیم که آخر زمان انسان صبح مسلمان می باشه و دیگر کافر میشه. چرا بسیاری جایی هست بسیاری کسا به خاطر از اینکه طاغوت است پیشش خفه نشه یا مردم است پیشش خفه نشه یا خودش کفر به طاغوت نمیکنه یا طاغوت تکفیر نمیکنه. اینا هر دوش انسان از دایره ایمان خارج میشه. باید انسان اول به طاغوت کافر شود و او طاغوتی که ضد شریعت الله قانون ساخته هست او را تکفیر بکنه. و یکی از نواقض ایمان هم اینمی است که هر کسی تکفیر نمیکنه او کافری که کفر بخواخ و آشکارا هست خودش چی میشه؟ خودش در کفر داخل میشه. و یکی مثلا حجاب کاملا منع میکنه و در رادیوها و تلویزیون ها و در اینجا خبرانه پس معلوم دار است که کفرش کفر بخواخ و آشکارا هست و این علماء فتاوی که ما شما خواندیم و در اینجا باید بسیار احتیاط بکنیم. الله متعال همه ما را در آخر زمان توفیق بده که ایمان خود حفظ بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.